و خداوند بزرگ نگهدار ایشون باشه. اینجا که خدمت من صحبت میکنم در روستایی هستیم 20 کیلومتری شهر دور از امکانات بودن. خوشبختانه الان موفق شدن با این تکنولوژی‌های وزارت ایران هم کمک کرد و همینطور وزارت اینجا برقرار کردیم. ما داره آمفی‌تئاتری هستیم که الان خدمت شما هستیم. ما در این آمفی‌تئاتر و روستای عزیز اینجا میان آموزش‌های لازم رو می‌بینن، چه در زمینه کشاورزی، دامداری، آموزش، حتی در زمینه غذایی میتونن مردم باید آموزش ببینن. بارها شما فرمودید که مردم به علت اینکه اطلاع ندارن برای همه کار به قوه قضاییه مراجعه میکنن. خب مردم واقعا اطلاع ندارن. از طریق رسانه‌های گروهی هم قطعا نمیشه حلتون. ما دفاتر مجازی داریم. دفاتر مجازی دفاتری هستن که عملا میشه حضور فیزیکی درش نداشت. این دفاتر به گونه‌ای هستن که فرض کنید در دادگستری شما دستور میدید اینجا یک کامپیوتر فقط میذارن با یک دونه دوربین، بعد هر چیزی دادخواهی داره میاد این قرار میگیره، سوالش رو مطرح میکنه، به راحتی جواب میگیره. ما انشالله باید این فناوری‌ها رو در خدمت نظام اسلام قرار بدیم. واقعا بدون این فناوری‌ها این همه تلاشی که انجام میشه موفقیت کمه، ولی این فناوری‌ها رو امروز همین بچهای چوپان، بچهای کشاورز اینجا دارن خودشون میگردن. من در سلام عرض می‌کنم به جناب آقای دکتر جلالی و عزیزانی که در خدمتشون هستید و این پروژه بسیار عظیمیه که دارن با هم اندازی میکنن و افتتاح میکنن. تبریک بگیم هم به ایشون هم به دیگر و دستگاه‌هایی که واقعا این کار بسیار عظیم رو شروع کردن. مثلا وزارت مخابرات و ارتباطات کار بسیار بزرگی است این کار و یه استفاده از این صنعت آیتی